کوچیک و بزرگ دوستش دارن. میگی نه؟ یه بار امتحان کن. سیب زمینی آبپز رو رنده میکنیم، سوسیس ها رو رنده میکنیم، پیازچه ها رو خرد میکنیم و میریزیم تو کاسه، نصف فلفل دلمه خرد میکنیم و میریزیم، پنیر پیتزا، نمک، فلفل سیاه، خوب مخلوط میکنیم. مواد رو روی نون لواش پخش میکنیم. نون رو رول میکنیم و به اندازه دلخواه برش میزنیم. توی یه ظرف تخم مرغ، نمک، فلفل سیاه، ماست، آرد سفید، پنیر پیتزا میریزیم و خوب مخلوط میکنیم. رول ها رو داخل مواد میغلطونیم و داخل روغن داغ سرخ میکنیم. یه طرفش که سرخ شد برمیگردونیم تا همه جاش خوب سرخ بشه. داخل دستمال آشپزخونه در میاریم تا روغن اضافهشون گرفته بشه. با در دسترس ترین مواد میتونی یه همچین غذای شیک و خوشمزه‌ای درست کنی.